بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در اینجا که هست لغتی عربی می شود انشاءالله یک چند تا کلمه ها رو میگیم و بعدا در جمله سازی انشاءالله میاریم شد. یکم کلمه خیلی که دیدیستید الافطار. الافطار صبح خوری رو میگن، اینه که در سحر میخورن، چای خورکش میگن، اینه که افطارش میگن. الغداء، الغداء که هست خوراکی پیشینه میگن. الغداء. العشاء، العشاء شام خوره میگن. مرات، مراتبه، اینه که کم مرات، چند مراتبه، مرات میگه مراتبه ها میشه. تساعد، تساعد گفته یوری میکند، یعنی که اون دخترک یوری میکند، فعلی مضارع هست. الطعام، الطعام را به تاجیکی طعام میشود. طعام طعام میشود. ملح، ملح نمک میشود. این الان جمله سازی. تجتمع أسرة حول المائدة 3 مرات في اليوم لتناول الطعام. تتناول الأسرة الإفطار في الصباح والغداء بعد الظهر وتتناول العشاء في المساء. جمع میشوند. تجتمع گفته جمع میشن، اسره عائله میشوند. حول المائده، حول گفته در گردی دسترخوان، حولی دسترخوان جمع میشوند. 3 مرات، 3 مرتبه، فی اليوم در روز، در یک روز 3 مرتبه جمع میشدستند. برای چی؟ لتناول الطعام، برای خوردن طعام. جمله دیگهش تتناول الأسرة الإفطار في الصباح، میخورن اسره، تناول میکنن اما اسره افطار را در صباح، یعنی که سحر خوری، صباح خوری را در صباح میخورن. و الغداء بعد الظهر، و بگیم که عبید خوردن که پیشین خوراک شد چی میگن؟ غدا، غدا را بعدی پیشین. و تتناول العشاء في المساء، و میخورن عشا را در بیگاه، مساء بیگاه میشن. اكو جمله دیگر. الساعة الآن 1:01 بعد الظهر. الساعة الآن 1:01 بعد الظهر. ساعت الان گفته حاضر، 1:01 گفته 1:30 دیگه ساعت، بعد الظهر بعدی پیشین هست. حان وقت الغداء، یعنی که حان گفته شده است، یعنی که اومد است وقتی غدا، یعنی که عبید خوری، یعنی که خوراکی پیشین. ساعت 1:30 وقتی خوراک خوریش دست میگه. چقدر که در دیگر صحیفه میبینید شما الام تعد الطعام والبنت تساعد الامه. مادر آماده میکند طعام را والبنت، یعنی که دختر یاری میدهد مادرش را. تساعد الامه، تساعد به معنای یاری کردن بود، یاری میکند مادر را. دیگر جمله الام، اگه مادر سخن گفته است. هيا یا زینب جهز المائده. هيا به معنای بیا، هيا علی الصلاح میگیم که بیاید به سوی نماز، یعنی که هيا بیایید، یا بیا یا زینب، ای زینب. جهز المائده، جهزی این امر است، درباره امر گپ زده بودیم. یا تانیث میشه. جهز المائده، آماده کن مائده رو، یعنی که دسترخوان رو آماده کن. زینب بگیم همون دختری، همون زن. هل اضع لكل واحد طبقا یا امی. آیا بگذارم برای هر یک نفر طبق، یعنی که یک طبق بگذارم برای هر یک کس، ای مادرم میگد، یعنی که برای هر یک نفر یک طبقی بگذارم. مادر چی میگد؟ نعم، بله میگد، بگذار. ضعی ایضا، نعم یعنی که بله، بله میشه. ضعی ایضا، ضع گفته امر میشود، یعنی که ضعی که یا که اومد مؤنث میشه. ضع گفتی مذکر است، مردانگی است. ضعی زنانگی است. ضعی ایضا،
بگذار نیز شوکتن. شوکه گفته پنشاخ، یعنی که ویلکش میگن، یکی همین خیل. و ملعقتن و قاشقم. و سکینن و کاردرام بگذار. در اینجا جمله هایی که دیگری که میبینید جمله دراز است خیلی. وضعت الأم الطعام على المائدة الأرز مع اللحم. این موضوع هست، فعل موضوع هست. وضعت وقتی که تا کسره گرفت به خاطر اینجا الف لام اومده است، التقای ساکنه شد. وضعت الأم الطعام على المائدة، گذاشت مادر طعام را بر دسترخوان. همون طعام چی است؟ الأرز مع اللحم، بگیم برنج را با همراهی گوشت. که ارز برنج میشید، لحم گوشت. اکه زینب سخن میگوید. ماذا احضر الان یا امی؟ چی حاضر کنم؟ حاضر، الان حاضر، یا امی گفته ای مادرم. مادرش چی میگه؟ احضری العصیره، حاضر کن عصیر. عصیر سوق میشود. و زجاجة الماء البارد، و شیشه آب خنک رو. و تعالی، و بیا، خذ الخبز والملح، بگیر نان را و ملح گفته نمک را. نادت الأم أفراد الأسرة وقالت هيا للغداء. ندا کرد مادر افراد همو، شخص های همو، فردهای آیله را. و قالت، و گفت، مادر گفت هيا للغداء، بیاید به سوی بگیم که خوراک پیشین خوردن. جلس الاب، نشست پدر. و حوله، و در گرد همون بگیم حول همون افراد اسرت نشستن، همون شخص های هم آیله. الام، مادر چی؟ علی یمین الاب، به طرف راست پدر شیش. و محمود علی یساره، و محمود بر طرف چپش. جلست زینب و فاطمه جنب الام، نشست زینب و فاطمه در طرف مادرشون، در یک طرف چی؟ در طرف مادر شدن. محمود بگیم قطی پدر شده بدست و بگیم فاطمه زینب از این طرفی مادرشون نشست. جنب طرف می شود. و مراد نمی آدم است. مراد جنب محمود، از طرفی با از جنبی محمود نشسته بدست. تناولت الاسرة الطعام، خوردن آیله طعامشون رو، یعنی که خوردن اکش نشسته و خوردن. در صحیفه دیگر اینجا زینب سخن میگه. زینب هذا طعام لذیذ یا امی، این طعامی لذیذ گفته با لذت دست، شیرین دست. یا امی، ای مادری من، یا کمت مادری من میشود. یا امی. شرب الابناء الشای، نوشیدن بچه ها شای را. بعد از آن چی میگه؟ و شرب الاب القهوه، و نوشید پدر قهوه را، یعنی که قهوه میشود، کافش میگه. ثم قال الجميع، بعد از آن همون اهل آیله گفتن که الحمدلله، یعنی که حمد و ثنا بر الله را سپاسگزاری کردن. در اینجا همش بگیم که درباره اسره بود و کلمه نوی که در اینجا اومده بود جنب، یک طرف، یک مثلا که جنب گفته یک طرف میشود. و دیگر که هست کلمه بگیم افطار، غدا، عشا، کلمه نو هستند. و تساعد یاری کردن مثلا شاید که نو باشد، اما دیگر کلمه هاش در درس های گذشته اومدگی هست. و خاصتا اینجا بعضی مثلا که ضعی بگذار میشد، ضعی بگذار زن میشود، یعنی که کلمه مؤنث هست. اما ضع گفتید، یا که مثلا اسمع بشنو میشد. اسمعی که گفتید بشنو ای زن میشود. همین یا تعنیث است. در همین درس بگیم بعضی کلمه نو اومد، اما اصول بگیم که درباره آیله و نشستن و طعام خوردن این چیزهاش همش این پورا نو هست. و هر جایش که نفهم باشه انشاءالله که میتونن بپرسن
و اینکه بنویسن و کدام کلمه‌اش که شاید که در نوشتن خطا باشه میتونید که اصلاح کنید ما را و بپرسید و بنویسید. الله يكون نگهبان شما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.